با سلام خدمت آقای استاد تهیه. همینجور که میبینید این سنگ 29 کیلوی ما، این قسمت دقیقا این قسمت به صورت شیره این فلز آزاد زده بیرون و من اینجاشو برش دادم. قشنگ به صورت ذرات فلز آزاد مشخصه. همینجور که میبینید این سنگ بابا از بالا بگیر. این سنگ چون سنگین هست من به سختی میتونم تابش بدم. این قسمت این فلزات آزاد حالت ذوب شده در این قسمت. کل این سنگ داره، شما نگاه بکنید، دقت بکنید. این قسمت مثلا فلزات آزاد به صورت لایه سوخته و در اثر حرارت و شتاب زیاد مالیده شده به این سنگ. این هم قسمت دیگه سنگ هست. همینجور حتما یه نقاط این سنگ، این فلز اینجا رو بابا بگیر، این داره و مشاهده میکنید. تنها چیزی که هست رده سیاهیه که از خودش به جا میذاره. یا علی اینجاش هم میبینید همه جای این سنگ این شیره فلزیه، فلز آزاد به صورت سوختگی و گداختگی روی سنگ هست. همراه با سوختگی این مالیده شده روی سنگ. تنها چیزی که هست یه رده سیاهیه که به جا میذاره. اینجاش میبینید کاملا سوخته، تبدیل به جزغاله و سطح بسیار سوخته داره. هر جای این سنگ نگاه میکنی به صورت فلز آزاد از این سنگ زده بیرون، مشخصه بدون برش. وقتی برش میدیم داخل سنگ هم به این شکل نیکل آزاد داره، نیکل و آهن آزاد داره. متشکرم، سپاسگزارم. یه تصویر این سنگ هم به این شکل هست. اینجا میبینید، کم دورتر بگیر بابا، خدمتون هست.